درود و به برنامه ما خوش آمدید. طاهری سفر هستم. در برنامه امروز پنجشنبه 15 فوریه در خدمت شما. در ابتدا نگاهی به سرخط خبر و گزارش ها. دادگاه ناحیه رودکی ابراهیم مومینوی 29 ساله را برای قتل مرجانه شیرخانووا و پنهان کردن جسد او در داخل ماشین بتون‌ریزی به 14 سال زندان محکوم کرد. آژانس مبارزه با فساد اصرار دارد که در صورت پرداخت 171 میلیون سومانی رهبران شرکت امید 88 از محبس آزاد می شوند. نماینده های طرف روبرت امید 88 ما امکان دادیم که هر لحظه که مراجعت کند کارمندان اگنتی با آنها در تماس هستند، یگان ممانعت نیست. شرکت برق تاجیک می خواهد صادرات نیروی برق به کشورهای همسایه و قیمت آن را بالا برد. در اساس طلبات یکی از طلبات اساسی قرارداد پیشینه این همه‌ساله زیاد نمودن تعریف انرژی برق در حجم 3% است. تفصیل خبرها. دادگاه ناحیه رودکی یک جوان 29 ساله از ناحیه واسه را برای قتل یک دختر و پنهان کردن جسد او به 14 سال زندان محکوم کرد. در این دادگاه روز 15 فوریه به رادیو آزادی گفتند ابراهیم مومینوف 14 نوامبر سال گذشته به مرجانه شیرخانووا 190 آن داروی خواب آور داده سبب مرگ او شده است. بعدا از ترس جسد او را در داخل ماشین بتون‌ریزی در دوشنبه انداخته است. مادر مرجانه به رادیو آزادی گفت از حکم راضی نیست چون ابراهیم مومینوف سزاوار جزای سخت‌تر است. مقامات آژانس مبارزه با کروپسیا روز 15 فوریه بعضی از پرونده‌های پرسر و صدا در تاجیکستان را شرح دادند. از جمله پرونده رجب علی آدینیف، یکی از افراد ثروتمند و رئیس شرکت امید 88 را که حالا در بازداشت است. این شرکت معروف و تامین کننده بنزین بعد بازداشت رئیسش از فعالیت ماند. میرزا نبی خالقزاد در نشست خبری رهبران آژانس مبارزه با کروپسیا شرکت داشت. در نشست خبری آژانس ضد کروپسی تاجیکستان که امروز برگزار شد و در آن خبرنگاران داخلی و خارجی شرکت داشتند و چند سوالهای مهم در رابطه با پرونده‌های پرسر و صدایی که تا هنوزم سوالات زیادی در کنار دارند پرسیده شد و از طرف مسئولان آژانس ضد کروپسی تاجیکستان پاسخ داده شد. از جمله یکی از پرونده پرسر و صدا وابسته به بازداشت رئیس امید 88 یکی از شرکت‌های وارد کننده مواد سوخت به تاجیکستان سوال داده شد که نزدیکان اون به آژانس ضد کروپسی تاجیکستان با یک نامه مراجعت کردند که در صورت رها شدن اون از حبس پیشکی میتواند اون مبلغ 170,000 سومانی را برگرداند. مقامات اگنتی منفیت دارد است که مبلغ ضرر پورا برقرار کرده شود. برای برقراری این مبلغ نیست زیاده از 69 اموال‌هایی که اوزداد در فروش گذاشته شده است با نماینده های طرف روبرت امید 88 ما امکان دادیم که هر لحظه که مراجعت کند کارمندان اگنتی با آنها در تماس هستند، یگان ممانعت نیست. در رابطه با پرونده دیگری پرسر صدا که تقریبا 6 سال هنوزم مورد سوال خبرنگاران با آژانس ضد کروپسی تاجیکستان است و در رابطه با اینکه یک ماه قبل از طرف مقامات انتظامی اوکراین نظام خان جورایف در اوکراین بازداشت شد ولی بعد از 3 روز اون به آزادی برآمد. موضوع پرونده جنایتی نسبت جنایت‌های علیه و دیگر شخصان که در کوفتکو قرار دارند نیستند در استحصالات مقامات اگنتی قرار دارند بدون بر سبب از تفتیشات پنهان شدن شخصانی که باید به جوابگری جنایتی کشیده شوند بازداشت شدگی است. یعنی در کوفتکو قرار دارند. در کوفتکو قرار دارند. نماینده آژانس ضد کروپسی تاجیکستان گفت که آنها نظام خان جورایف را در پیگرد بین‌المللی قرار دادند ولی وقتی که اون در کیف بازداشت شد متاسفانه از طرف مقامات انتظامی اوکراین به مقامات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان که مسئول استرداد افراد بازداشت مورد پیگرد قرار داده شده است نامه نامده است، هیچ مراجعت نشده است. از این رو این مسئله همچنان ناروشن باقی میماند. نظام خان جورایف خبر آژانس ضد کروپسی تاجیکستان میگوید از طرف دادگاه عالی تاجیکستان پرونده او مورد بررسی قرار دارد ولی در حال حاضر موقوف گذاشته شده است. این سوال‌های اساسی بودند که از طرف خبرنگاران پرسیده شدند و مسائل دیگری هم بودند وابسته به مسئله خرید و فروش زمین‌ها به طور غیر قانونی، در مسئله مبلغ گیری معلمان در مکتب‌ها و مسائل دیگری وابسته به رشوه و رشوت ستانی بود که سوال و جواب و مورد پاسخ مسئولان آژانس ضد کروپسیا قرار گرفتند. میرزا نبی خالقزاد، شهلای عبدالله، رادیو آزادی، دوشنبه.
رو می‌آوریم به مسائل بین المللی. در ایالت فلوریدا امریکا یک جوان 19 ساله با اسلحه آتشفشان وارد مکتبی شد، 17 نفر را کشت و 15 تن دیگر را مجروح کرد. مقامات گفتند او را چند پیش از همین مکتب خارج کردند. جوان را بازداشت کردند. جزئیات بیشتر در گزارش عبدالله اشور. در نتیجه تیرپرانی در مکتب شهر پارکلند واقع در 70 کیلومتری شمال میامی مرکز مأموری ایالت فلوریدا ایالات متحده آمریکا 17 کس به هلاکت رسیدند. حمله در عرفه انجام درس به وقوع پیوست. سلاح به دست که به قول پلیس نیکولاس کروز سابق محصل همین مکتب می باشد بانگ اضطراب را روشن کرد و وقت مکتب بچه ها از صنفخانه ها بیرون می شدند به سوی آنها آتش کشید. پلیس نیروهای تعیینات خاص و گروه های ضد سوختار به زودترین فرصت به مکتب آمده مکتب بچه ها را به جای بی خطر انتقال دادند. مسئول حمله دستگیر شد. درباره سبب اخراج او از مکتب و سبب حمله اش معلومات بیشتر دسترس نشده است. ما با هم دیگر صحبت کرده کوشش میکردیم یکدیگر را آرام کنیم. همه در خوف بودیم و گریه میکردیم. امید داشتیم که همه چیز آرام میشود و ما را از اونجا بیرون میکشند. چند است که از زمان تیرپرانی درباره یک دوستم خبری نیست. امیدوارم که او را میابم. من برای همین به اینجا آمدم. رئیس پلیس محلی میگوید که در شبکه‌های اجتماعی اظهارات نگران کننده این بازداشت شده پیدا شد. پارکلند 31,000 اهالی دارد که اکثرا مردمی میان حال میباشند. سال گذشته پارکلند آرامترین شهر فلوریدا اعتراف شده بود. سال 2012 هم در مکتب سندی هوک ایالت کنکتیکوت مکتبخوان 26 کس را به قتل رسانیده بود. و در شهر استکهلم پایتخت سوئیس محاکمه یک جوان ازبک تبار ادامه دارد که به حمله تروریستی در این شهر متهم می شود. رحمت عاقلوف مهاجر غیر قانونی ماه اپریل سال گذشته در این شهر ماشین بارکشی را در مرکز استکهلم بر روی مردم راند، 7 نفر را کشت و 10 تن دیگر را مجروح کرد. پرونده رحمت عاقلوف را همکاران ما سیراج الدین اسلام و مومین احمدی تحقیق کردند و با هر دوی آنها صحبت داشتم و نخست از سیراج الدین پرسیدم که برای این جنایت رحمت عاقلوف را چگونه جزا انتظار است. آن چیزی که معلوم است به این جنایتی که خودش اعتراف کرد در سوئیس حکم ابدی میدهند. و مومین شما با سیراج الدین در باره دست داشتن جنگجویان تاجیک به این حمله یک تحقیق انجام دادید و فیلمش هم نشر کردیم که 15 دقیقه است. و دلیل هایی که شما پیدا کردید همراه چی را نشان میدن؟ چگونه این حمله طرح‌ریزی شده است؟ وقتی همکارمون سیراج الدین پرونده بیش از 9000 صفحه‌ای دادستانی کل سوئیس را دسترس کردند و با من نشان دادن. جالب بود که تمام مکاتبه هایی که رحمت عاقلوف با گروه های احتمالی تندرو که در سوریه و عراق و افغانستان جایگیر شدند داشتند با زبان تاجیکی بودند. این عامل اصلی، یعنی نکته اصلی بود که توجه ما رو جلب کرد و ما با تحقیق آغاز کردیم که رحمت عاقلوف با کی، اینها کی هستند که با زبان تاجیکی تمام مکاتبه هاش در صدها صحیفه‌ای که در پرونده دادستانی جایگیر شده است اونجا نسخه برداری و جای داده شده بودند. در نتیجه تحقیق و پژوهش و با اون اطلاعی که از مقامات های قدرتی تاجیکستان نیز دسترس کردیم برای ما معلوم شد که پشت نام هایی که با نام مثلا ابو اسامه نورکی، ابو عمر کیها هستند. در اینجا ما معلوم کردیم از جمله با نفری که گویم حمله رو راهنمایی کرده است رحمت عاقلوف را، ابو اسامه نورکی، و حتی رحمت عاقلوف در پرونده شهر داده است که او امیر است در عراق قرار دارد و این شخصیت ها رو معلوم کردیم که کی هستند پشت این، که حتی در پرونده بجز تخلص آنها نام های دقیقشان نبود. سیراج الدین تا کجا مثلا میتوانند این تحقیق شما را که با همکاران ما از بخش تاجیکی انجام دادید در محاکمه استفاده برند؟ در خود محاکمه در جریان سود آیا اعلام می شود یا نه نمیدانیم. به هر حال تمرکز اساسی به جبردیدگان
به شاهدان و خود خب سوال جواب رحمت عاقلوف خواهد شد به نظر من. و مومین خودت میگفتی پیش از صحبت که رحمت عاقلوف اول میخواسته از طرف دیگری رو نشان بگیرد، نمیدونم حمله تروریستی انجام بدهد، ولی بعدا نیتش رو تغییر داده است. چگونه جای بود؟ در اون مکاتبه هایی که با زبان تاجیکی اونها میان جنگیان گروهی ظاهرا جنگیان گروه تندروی دولت اسلامی انجام داده است، در اونجا راهنمایی می شود که اول یعنی طرز آماده کردن مواد ترکنده را سازماندهی کند و در اونجا 3 هدف رحمت عاقلوف پیشنهاد میکند و ظاهرا ابو اسامه و ابو عمر قبول میکنند. حمله به مرکز اتصال و کلوب همجنسگرایان و یک مرکز دیگر دلخوشی پیشنهاد میشود و آنها قبول میکنند. در تمام مدت طرح‌ریزیشون این بود که یعنی مواد انفجاری آماده شود و حمله انتحاری. رهبران شرکت برق تاجیک میگویند تلاش دارند امسال نیروی برق بیشتر در تاجیکستان استحصال شود و آن را به کشورهای احتیاجمند منطقه بفروشند. مقامات شرکت روز 14 فوریه درباره فعالیت یک ساله برق تاجیک و برنامه‌های آن با خبرنگاران صحبت کردند و شادمان یتیم نیز آنجا بود. شرکت برق تاجیک تصمیم دارد سال جاری حدود 3 میلیارد کیلووات ساعت نیروی برق را به افغانستان و ازبکستان بفروشد. همساله سازشنامه ایلاوگی که عاید انتقال برق به جمهوری افغانستان بررسی می‌گردد در اساس شرطنامه قبلی که تا سال 2029 عمل می‌نماید به تصویب رسانده می‌شود. زیرا در اساس طلبات یکی از طلبات اساسی قرارداد پیشینه این همساله زیاد نمودن تعریف انرژی برق در حجم 3%. سال گذشته نیروگاه‌های تاجیکستان بیش از 15 میلیارد کیلووات ساعت نیروی برق تولید کرده، باز آبی را که برای تولید حدود 3 میلیارد کیلووات ساعت نیروی برق باید مصرف میشد بدون تولید نیروی برق به رودخانه پرتاب کردند. با گفته رهبران شرکت برق تاجیک امکان داشتند تولید نیروی برق بیش از 18 میلیارد کیلووات ساعت شود. در حجم انتقال انرژی برق به جمهوری افغانستان در حجم 1 میلیارد و 300 میلیون کیلووات ساعت انتقال گردید. در سال 2018 باشد این نشان دهنده در موافقه طرفین در حجم نزدیک به 1.5 میلیارد کیلووات ساعت در نظر است که انرژی برق به جمهوری اسلامی افغانستان انتقال داده شود. سال جاری برق تاجیک هر کیلووات ساعت نیروی برق را به افغانستان 4.1 سنت میفروشد. نرخ برق به ازبکستان انتقال شده تا حال موافقه نشده است. توزیع نرخ معلوم نیستند. در حالت شرطنامه بسته شدند و نرخ معین شدند به امضا رسیدند. بعد ما معلوم میکنیم و معلومات شما میرسیم. مسئولان برق تاجیک میگویند همچنین از سال 2016 به این سو مذاکرات با ازبکستان برای راه اندازی فعالیت حلقه یگانه انرژتیکی آسیای میانه ادامه دارد. پیش از همه اعتمادیت سیستم انرژتیکی یکدیگر زیاد کرده می شود، بلند کرده می شود. حساسیت شبکه ها با صدمه ها با خدشوی ها کم کرده می شود. تلفات که در سراسر واسطه اخباری عامه و در تمام جلسه های دیان هر زده می شود تا یک درجه معین پس برده می شود. شرکت برق تاجیک فایده از فروش نیروی برق به کشور خارجی به دست آمده را می خواهد با بازسازی سیستم انرژتیکی تاجیکستان و نیروگاه خرد که بیشترشان در زمان شوروی ساخته شده است مصرف کند. شادمان یتیم، اسکندر فیروز، آزادی دوشنبه. و در تاجیکستان جایزه به نام پیشوای ملت امام علی رحمان تأسیس دادند. جایزه را به کسانی می‌دهند که به گفته مقامات در رشد دموکراسی در تاجیکستان سهم می‌گذارند. قرار درباره تأسیس جایزه را خود امام علی رحمان روز 2 فوریه امضا کرده است. در نظامنامه جایزه گفته می شود مکافات 14,000 دلاری را به آنهای می‌دهند که برای رشد دموکراسی، استوار کردن صلح و ثبات و برای دوستی میان خلق‌ها سهم خاص می‌گذارند. تأسیس جایزه در حالی است که سازمان‌های بین‌المللی حکومت تاجیکستان را برای سرکوب دیگر اندیشان و هم عقب نشینی از ارزش‌های دموکراتی پیوسته تنقید می‌کنند. و بیننده ارجمند اینجا رسیدیم به پایان برنامه امروز از رادیو آزادی. اخبار از این هم بیشتر را میتوانید در وبسایت azadi.org بخوانید. ویدیوهای بیشتر را در کانال آزادی ویدیو در یوتیوب تماشا کنید. خدا نگهبان.